انس 4 ساله در حال رقص سما، حرکتی را ماهرانه اجرا میکند که صدها سال پیش از صوفیان میراث مانده است. شیوه چرخیدن درویش ها و هماهنگ با جهان را به او پدرش آموخته است. حركات الملائكة أول ما بلش يوعى كان يشوفنا عبر الموبايل. وقتی بزرگ میشد همه اولاد ما امک و امک بچه‌هایش را در حال چرخیدن دید. تقریبا 1 ساله بود که راه رفتن را آموخت و به چرخیدن سر کرد. من به او حرکت‌های درست و منظم را آموزاندم. تا 2 سالگی این کار را ادامه دادم و بعد او را به نمایش‌ها می‌بردم. تابعته بالعمر السنة لحتى صار عمره تقريبا ما يقارب 2 صرت اخذه معي على الحفلات. حرکت هماهنگ دست و پایها هنگام چرخیدن آسان نیست. رقص سما را در خانه تمرین میکنند که از اجداد خود یاد گرفتند. ولحد الان نحن محافظين على هذا. ما این میراث اجدادی امان چی ذکر و چی چرخیدن صوفیانه را حفظ میکنیم و دوست داریم به فرزندانمون بیاموزیم تا این رسم خانوادگی را نگه دارند. محافظين عليه ما نخليه يطلع لبرا. حالا انس و برادر و پدرش هنگام افطار در رستوران ها می رقصند و از این راه روز می گذرانند. انس یا صوفی 4 ساله بیشتر جلب توجه می کند. من چرخیدن را از پدرم آموختم. رقص صوفیانه و ذکر عارفانه را پیروان اهل تصوف در اسلام وسیله برای رسیدن به حق و افشای عشق و علاقه به خدا می دانستند. اما حالا برای انس فقط رقص و وسیله سرگرمی است.